هشمنگاران شناخته از گروه شکرخند بسیار به ما حد پیسند. بیایم فریب نمیکنیم نفن. یک قرصک برای گروه شکرخند. سعید جان ایدیوف جورخان در دستکش تلفن در دستش میکروفون. کنی اکای جورخان صحنه برو تیز بخون تا عجل. نه شلتایف با شلتا بولتایف کجا پشر شده کجا برگو چند رو علو سردونی سر در کجا کم طرفتا میام حاضی یک دقیقه پس به همونجا من حاضر میکنم تمامی علو رو میکشم همه تیج میشوه ها چه میام تو میام آخه تو میام همین 10 بار من زنگ میزنید الو من شلتا بولتایف کجا ده طرفی ناحیه فیردوسی ده برگوی درخت رو علو سر نویسید حاضی میام قشقار ایجا بیا چی میگوی؟ ایجا بیا کار کدیسم ما باشه با کار و باری خودم ما چی میگوی؟ پیش از اونه که آدم یک جا بروی اول نگاه میکنه برای چی اومدگی های او این بر اومده اینجا تو حاضی همیا بفهمه که همین دیونه تقوی ما عیب میشه بیا ما نکتم نگوی یکون کسا تقوی ما اوخی ما کار کدیسم کار نمیفهمیم نمیبینید تمام چی کار کدیسی؟ چی؟ تمامی چی را کشور کدیدم؟ پژرنیک کار کدیسم پژرنیک استودیا فهمیدی؟ چی؟ تمامی علاوه شهر کجدی همین برگوی درخت علاوه سر من میرم میکشم که دود نکنه خلال نرسونه فهمیدی؟ آنمو مایم او من میفهم خیلی پژرنی این چی بلوه این چیه این سند خیلی بلوتوز دوی این همین یک رول اجرا میکنه این همین داتنای ما این هم چیز هست همین رول اجرا میکنه رول من ماشینت کنی ماشینی پژر خیلی از سوختار میشه ماشینت کنی سوختار وقتی که ایمون برگی درختو که یگون خونه در چسبی خونه که سوختار شد کو اینا مثلا ما باید بریم اونجا اینا مثلا مرا فایده میکنه شلتایف بالتا شلتایف پژر بعد میری بعد رفتن نکر بعد چی خیلی میکنی؟ انا گوش کاکو ایرا بخا انا شلانگا میگیرم شلانگا وقتی شلانگا گرفتم کو میرم در پیش ماشین میشتم میگم ماشین میقاپه ماشین قاپیدم در پیش میشتم بعد میگم بلا زنتا برو تا رنگی گربه گیز نخواد خیلی کنی بعد رفتن میگیرم الواکشتن میگیرم نه میرم کو میرم اول نمیرم اول نگاه میکنیم کم نگاه میکنیم بعد میره کجا میره الو کشی میره که او صاحب خانه‌اش سوختگی میگیره شلتایف بلوتوث شه هوی میکنه ببخشید بلوتوث در تلفن میشه خیلی کپورا در اینجا زنه کار نیست فهمیدی گوش کن سایجا گوش کن بس گپ میگو آخه چی مرا چی گپ میگی آخه تو شکارچی نباشی اینو چیکار میکنی اینا برادر تو خودت نمیفهمی که برای چیه این همین دوربین وقتی که علو میشه ما اول میایم علو نگاه میکنیم دور نگاه میکنیم وقتی که علو نگاه میکنیم علو میبینیم که علو بلندای نمیریم میشنیم دیخ میکنیم میبینیم که علو پاس شد بعد میریم علو کشی ما هم خیلی فعل داریم معلومه یکمین بار میبینم پژرنی که میبره باگاجی که جمیده خونه مردک میسوزه این نگاه میکنه با دوربین با میرفته برادر ما دوربین قضیه نگاه میکنیم این با خلاشکوت چیکار میکنی تورات میکنی گوش کو برادر وقتی که علو بلنگا گرفت وقتی کو ما میریم پیش همون وای دوم وقتی که دوم رفتیم نگاه میکنیم که علو سوخته سکو او میکویم او پیش خونم میریم او کوی اینجا میروش او نیست او باید باشه پیش هر یک دوم دا باید یک واداپرواد باشه فهمیدید میریم در واداپرواد انا واداپرواد شلانگا میزنیم شلانگا که زدیم او میاد او در این کوزا میگیریم دایجا میگیریم وقتی دا گرفتیم با ای داینه میگیریم با قشقا میگیریم با شلانگا به دست با قشقا میزنیم پژر بگو شلتایف پژر بکشیم ای شرمنده اینجا هر یک این مردمی که دایجا شتگان میدونی مدنیتشون چقدر بلنده با این اسکواروتکا داره اسکواروتکا میدونی چی؟ اگه برادر میگه رابطه عبد وقتی که علو کشی میریم میبینیم که علو بینویت بلندی بدای تو عبد میگذره علو کشیسیم کو علو یا طرف میمونیم اسکواروتکا رو روغن میریزیم در بالای لخچه همو علو میمونیم در لخچه علو موندیم با اینجا چی داریم نه تخم داریم نه
با تخ داریم نه تخمه در پیشونو میزنیم این همیش کار کنه جار میکنیم مردنک عبید میکنیم یعنی نیم ساعت گرد دام میگیریم بعد میخیزیم الو پاکستان میگیریم گوشه شرمنده کردی برو اینجا برو اینجا چی دا برو مخی چی دا برو چی میکنی اینجا ما گفتیم بیاید تو یک منفعت درستی از ضرر رسونی همون پجر دایگون جون موجود تو پجر تشکیل میکنی خودت قطعی کارو این شلنگ بر یگان جو محکم که ایش کنه بینه یک کسی دیگه هم رنگی خودت شلنگ دی پوف میکرد رفت نشیدیو نشی این ستیای شلنگ وزبینی بده خیلی گوش که برادر اوخی من نمیدونم اوخی توی اکا یک آدم کلام برو اومدی اینجا ایره خیلی میکنیم و دایی میمونیم سری ایره در سری میمونیم او رو میگیریم فش میکنیم چی خیلی نشیدی تو نمیشی تو در زندگی نادرست اومدگی خیلی نادرست این همین تو چی خیلی که نیستاندارد نی ایزاو دگو ماشین در دی مرا خیلی نگو بچه ما دونویم ما کلا دارم ما اون نیمه لبوچ را میفهمم اگر تو دانو میبینی به این حال نمیرسیدی تو کمترک وقتش که خوندن در کره فهمیدی قدر استادو را اینجا میدونی کمتر خوندن در کره کمتر فهمیدن در کره من مفهوم بین یک قدر زیبا انسانا شدگی تو بر اومدی ما همه چی را میدونم ما همین شاعرو ای شاعرای متفکرو ای همه شعر و سرود و همش هم میدونم برادر کی میدونی ای شاعرو تو شاعر میشناسی همه شاعر رو همش میشناسم کتاب در دست گرفتگی ما همه کتاب در دست گرفتگی کدام شاعر میشناسی شاعر کلاسیک شاعر را کو ای پایان تا بالا ای بالا تا پایین برکه میشناسم همش با این شاعر پایان بالا برکه داشته خیلی میشناسم همش خیلی کنی دو شاعر کلاسیک نام شگی شاعر کلاسیک ای برادر اکمر تو پای صبح کرد شاعر کلاسیک میگم ابا بلور رودکی او هم اکید نیست سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیک فهمیدم سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک ابا بلور رودکی خب فردوسی ابوالقاسم نظامی گنجوی آفرین و غیره ها شاعر نیست اوخی بخیر ها همش میدونم دو که برای امتیاز ای شاعرای موسیقی کی رو میدونی ای شاعرای موسیقی مثلا میگیرم شاعرای موسیقی مثلا میگیرم میرزا ترسزاده آفرین صدرالدین نجم‌الدین صدرالدین عینی صدرالدین عینی احمدی کلا احمدی دانش ببخشید من کلمه یک بار دیگه هم خیلی میگیرم اینم اینجا دا گاسکتا میگیرم میوسم پرتم شیت گاب نیست بیا اگه همین مردم کم ترک تر دوست دارن کم ترک گوان که همین تقوی همین زور بوده اخلا دو مصرع شعر از شاعرای کلاسیک دو مصرع شعر از شاعرای موسیقی که من شعر میدونم من شعر همش میدونم بلا را نمیدونی من همین دخترک شروع رو بیم من بینم در روزاو خمه بیم من در حواس چهره خندان تو باشه در بند سری زلفی پریشان تو باشه از لطف سخنگوی من تاخته با سر دو دست ببر گوش به فرمان تو باشه بیچ که دختری شده الهامی من اومد گوش که برادر تو برای بانوی زیبا گفتی من برای مردکو میگم کی؟ یک شعر برای مردکو میگم شعر برای مردکو برای مردکو میشه بچه تو برای بانو گفتی من برای مردکو یک شعر برای بچه ها یک شعر میگم مزد نیسته چی؟ سوزه مزد سوزه سوزی؟ خیلی برای برادر آخی برای برادر نگوی خیلی برای مردک آخی خیلی بچه ها خیلی برای برادر آنه گوش که خیلی گوش که بگم شعره برادرای عزیز یکی از شاعرانی زمان تقایی به عقل من برای شما شعر میگوید مرحمت خیلی گم نز آخی تقایی به عقل من گفتن به شعر بگوی بگم آخی مرحمت 4 مصرع شعر برای شما خیلی بگو مگنه تقایی کلکدو میخونه ای بچه میمونی بگو همون شعر بگو خیلی تو کلام شعر پرید رفته سولیت نکه من فکر کنم هرچند اسکندری زمانی بر کور و کرر نقطه نگیری مردی رفتم لبی آسم زدگی بیایید ای رفیقان درس خونیم و بیکاری و نادانی نمانیم چلای گنده شاعری زور خودمو این خیلی شاعرای بزرگه یک اکسکواتر باشه
بیامان کارشا تو فقط بکنی همین شویره بزرگا شویره یه بولدوزری دیگه باشه راست برای ای